اون جمله مرحوم دادر ما عبیدالله را که از این دنیا عمر زیاده ندی 32 33 عین شکوفایی عمرش خداوند قضاش کتی الان بالای تابوت خواب است و به سوی خدای خود روان است. انا لله و انا الیه راجعون. ما همه از آن خدا هستیم و بازگشتمان به سوی خداست. جوانای عزیز ببین عبیدالله دادر ما 30 سال زایدتر عمر داشته است. عمری که هر کدام ما این عمر اکثر وقت در غفلت میگذرانیم. عمری که در این سن و سال هیچ کدام ما یاد مرگ نداریم. اما ببینه مرگ چگونه این آرزوهای ما را برباد میدهد و ما را میبرد. عبیدالله 3 سال پیشتر از آن که این فاجعه بالاش بیاد به یادش نمیرسید که روز از پا میموند و بعد از اون چند وقت پس تابوت سوار به قبرستان میره. به یادش نبود، لیکن قضای الهی کار خودش میکنه. بنابر جوانای عزیز به جوانیتان فرفته نشوید. تن صحت ها با تن صحتیتان مغرور نشوید. مرگ از خود دور ندانه، زیرا که او برای مرگ ساعت معین، بیماری معین، وقت معین نیست. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. من برای خاطر عبیدالله رو پدرش رحمت الله که با آب دیده جسدی به جان فرزندش تماشا داره. آره این مصیبت وزنین است. هر کدام ما پدر هستیم میدانیم فرزند چی شیرین است. به خاطر تسلی دل او سخن پیغمبر بزرگوار که از خداوند مهربان نقل میکنه حدیث قدسی است. میخوانم شاید تسلی دل شود، شاید برای دل مجروح مادرش یک مرهم شود. پروردگار در حدیث قدسی میفرمایند ما جزاء عبدی اذا اخذت سفیه من اهل الدنیا فصبر الا الجنه. رواه البخاری. پاداش بنده ام که من از او فرزند دوست داشته گیرم. برای رحمت الله از عبیدالله دیده محبوبتر و دوست داشته تر دیگر چیزی نبود. او تیار بود همه ثروت و بایگری ستید و جان فرزندش خرد، اما نتانست. وقتی که این فرزند دوست داشته گیرم در قضای من صبر کند و شکر گوید انا لله و انا الیه راجعون گوید. پروردگار میگه پاداش این پدر و مادری مصیبت زده، مکافات این برادر و خواهر جگرخون شده در پیشگاه من جنت است. خداوند از این مکافات بای رحمت الله رو به باقی مانده فرزنداش همسرش نصیب کنه. خداوند این دادر که این دادر ما رو عبیدالله رو خاندانش و پسر چاش عمری دراز کرد. وقتی که من پدرها رو به خود می سپارم جنازشان میخوانم پیش رون کودکای خرسالی اونها میبیاد. جنازه مولا رستم خواندم وقتی که بعد از تابوت بزرگان به خانهش رفتن دو دختره خرسال، یکی 5 سال یکی 3 سال پیش من آمد گفتن دخترای مرحوم مولا رستمه. خیلی دلم گنده شد. خوب با بیگاهی ها پدرها خانه میرن، پسرچه و دخترچه هاشان دویده میبیاین در آغوش پدر خوشانه میپرتاین. اکلاد میگذرانیم. عمره که در این سن و سال هیچ کدام ما یاد مرگ نداریم. اما ببینه مرگ چگونه این آرزوهای ما را برباد میدهد و ما را میبرد. عبیدالله 3 سال پیشتر از آن که این فاجعه بالاش بیاد به یادش نمیرسید که روز از پا میموند و بعد از اون چند وقت پس تابوت سوار به قبرستان میره. به یادش نبود، لیکن قضای الهی کار خودش میکنه. بنابر جوانای عزیز به جوانیتان فرفته نشوید. تن صحت ها با تن صحتیتان مغرور نشوید. مرگ از خود دور ندانه، زیرا که او برای مرگ ساعت معین، بیماری معین، وقت معین نیست. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. من برای خاطر عبیدالله رو پدرش رحمت الله که با آب دیده جسدی به جان فرزندش تماشا داره. آره این مصیبت وزنین است.
هر کدام ما پدر هستیم میدانیم فرزند چه شیرین است. به خاطر تسلی دل او سخن پیغمبر بزرگوار که از خداوند مهربان نقل میکنه، حدیث قدسی است، میخوانم شاید تسلی دل شود، شاید برای دل مجروح مادرش یک مرهم شود. پروردگار در حدیث قدسی میفرمایند ما جزاء عبدی اذا اخذت سفیه من اهل الدنیا فصبر الا الجنه، رواه البخاری. پاداش بنده ام که من از او فرزند دوست داشته گیرم. برای رحمت الله از عبیدالله دیدم محبوبتر و دوست داشته تر دیگر چیزی نبود. او تیار بود همه ثروت و بایگری ستید و جان فرزندش خرد، اما نتانست. وقتی که این فرزند دوست داشته گیرم. السلام علیکم ای داملایی که فخر ما هستی. از جواب سوال هایی که پر از آیت و حدیث و شعر عبارت است قناعتمند می شویم. داملا، من در منت یک رفیقم گرفتار شدم که چند وقت پیش به من چند سوم داد. از آزار بسیار آخر سوم یافته او را دادم. آیا حال منت کن چه هست و من چگونه رفتار کردم؟ خداوند در قرآن میگوید، یعنی یک برادر از یک برادرش، یک برادر یاردم کرده است یک رفیقش را و بعد یاردم کردن باز منت گذاشته است، آزار داده است، یعنی پولی من بود و سومی من بود و من بر تو دادم و دیگر طریقهای منت کردن بالای این برادر روا دیده است و این آخر مجبور شده است که از کسی سوم بیابد آن مقداری که یاردم کرده بود و برده واپس در دست این رفیقش دهد. آیا این چی می شود؟ گفته در باب همین منت خداوند در قرآن میگوید و ما یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون. صدق الله العظیم. کدام از بندگان من اگر دستی سخاوت دارند، دستی یاری دارند، خوش به حالشان که روز قیامت از عذاب من نجات می‌یابند. کدام شما اگر دستی جوانمردی دارین، دستی سخیگی دارین، دستی برادرتون گیرید، دستی همسایتون گیرید، دستی خواهر و مادر و پدرتون گیرید، انشاءالله خداوند به شما گفته ایستاده است فاولئک هم المفلحون. این جماعه جوانمردها و این جماعت سخاوتمندها روز قیامت از عذاب خدا نجات می‌یابند. حضرت مولوی هم میگوید به یک قول، به یک احسان 700 عوض بخشد خدا از فضل بی حد. یک سومتی خداوند 700 سوم در نامه اعمال تو می نویسش. لکن در قرآن سوره بقره خدا چی میگوید؟ استعیذ بالله ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. شما ای بندگان من وقتی که خیر میکنید، احسان میکنید، یاردم میکنید، بعد یاردم و بعد خیر و سخاوتتان چیکار کنید؟ منت نکنید و آزار ندهید کسی را. حضرت ابو ذر غفاری چی میگوید؟ میگوید از پیغمبر خدا شنیدم که پیغمبر گفتن ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامت ولا ینظر الیهم ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. پیغمبر خدا گفتند 3 طایفه هست که اونها از نظر رحمت خداوند روز قیامت محروم هستند. خداوند این 3 طایفه را عذاب میکند. خداوند به این 3 طایفه در روز قیامت سخن نمیگوید. قال 3 مرات. ابی ذر غفاری میگوید همین پیغمبر 3 بار گشته و برگشته گفتند. حضرت ابی ذر چی گفتند؟ خواب و خسروا. خار شد، ذلیل شد آن کسی که در این 3 طایفه داخل می شود. زیرا پیغمبر گشته و برگشته میگویند که این 3 طایفه در لعنت خدا گرفتار هستند، عذاب خدا در گرفتار هستند. اینا کی هستند؟ یکم المسبل. پیغمبر گفتند کسی که اگر پاچه همین
ایزارش پاچه بروکش از بجلک پاش پایان باشد. اگر همین بجول پای ما و شما نتابد، اینها را پیغمبر خدا گفتن یک طایفش انا همین است. برای چی در بعضی نمازها پاچه ها را قطع میکنند؟ مقصد از همین است. لیکن محدثا میگویند که اگر آدم پاچش اگرچه کشال هم که باشد، با همین پاچه کشالش تکبری نداشته باشد، فخر نداشته باشد، باکی ندارد. دویم کی هست؟ والمنان، دویم گروهی که در عذاب خدا گرفتار هستند روز قیامت کسی هست که در صدقات دادگیش منت میکند که من پولی من بود که تو راحت کردی، پولی من نمیشد تا از این بحران نمی برآمدی، حیف شد که من همون پول بر تو دادم، و دیگر منت هایی که میگذارند. سوم شاه حضرت چی گفتند؟ والمنفق سلعته بالحلیف الکاذب، کدام آدمی که سوداگر است برای آنی که مالش سودا شود قسم دروغ میخورد، این هم در همین سه طایفه داخل میشود. دروغ قسم میخورد که همین مال من بهترین مال است، در اصل بهترین مال نیست، مال من از تمام مال بازار فرق کننده است، قسم میخورد، لکن همچنان نیست، این هم در همین سه طایفه داخل میشود. حضرت جامی هم بسیار یک درباره منت کنا بسیار یک نظم شیرینی دارند. میگوید با دندان رخنه در پولاد کردن. ببین در پولاد دندان آدم نمیگذرد، لیکن همین با دندان در پولاد گرفتن من بر عهده میگیرم. گفتن با دندان رخنه در پولاد کردن، با ناخن راه در خارا بریدن، فرو رفتن به آتشدان نگونسار، با پیلکی دیده آتش پاره چیدن، با فرقی سر نهادن 100 شتربار، ز مشرق جانب مغرب دویدن، بس بر جامع آسان تر نماید که باری منتی دونان کشیدن. حضرت گفتن این برای من آسان است، 100 شتربار بالای سر میکنم، از مشرق تا به مغرب میدوم، با دندانم در پولاد رخنه میکنم، با ناخونهام را در خارا میبرم، با آتشدان با سر میپرتام، با پیلکی همین چشمم آتش پاره میچینم، لکن بار منت دونان نمیکشم. السلام علیکم بابای حاجی، التماس به ما فهمانده دهید که همه انسان ها به دوزخ برده میشوند یا نه؟ سوره مریم را ما خواندیم ولی آنقدر مضمون آن را نفهمیدیم. رحمت کلام. این برادر سوره مریم را خواندند، آیت 72 است که خداوند در سوره مریم چی میگوید؟ و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین.